اصرار دارید که من دیوونه‌ام. نه، من دیوونه نیستم. شاید عصبی باشم. من خیلی عصبی هستم. اما دیوونه نیستم. هرگز دیوونه نبودم. میدونید چرا فکر میکنن دیوونم؟ چون من همه چیز رو میشنوم. صدای چیزهایی که روی زمین اتفاق میفته رو میشنوم. چیزهایی که توی آسمون هست رو میشنوم. حتی خیلی از صداهایی که از جهنم میاد رو میشنوم. آدمی با این همه دقت میتونه دیوونه باشه. فقط گوش کنید. ببینید چقدر آروم و منطقی کل ماجرا رو براتون تعریف میکنم. اصلا نمیدونم این فکر لعنتی از کجا شروع شد. ولی وقتی توی سرم اومد دیگه منو ول نکرد. شب و روز همراهم بود. من هیچ دلیلی، هیچ انگیزه‌ای نداشتم. من اون پیرمرد رو دوست داشتم. اون هیچ وقت در حقم بدی نکرده بود. اون هیچ وقت بهم توهین نکرده بود. من دنبال پولش هم نبودم. فقط یه چیز آزارم میداد. مشکل از چشمش بود. آره، مشکل فقط همون بود. اون چشمش یه چشم عادی نبود. یه چشم آبی کاملا رنگ پریده بود. انگار هیچ نوری، هیچ حیاتی توش وجود نداشت. اما بدتر از رنگش، اون پرده نازک و کدری بود که روی چشمش رو گرفته بود. اون پرده شبیه یه غبار بود، یا مثل یه تار عنکبوت نازک بود که روی مردمکش کشیده شده باشه. انگار چشمش مرده بود. انگار واقعا نمیتونست ببینه، ولی من حس میکردم که داره منو نگاه میکنه. یه چشم مرده بود که مستقیم به من زل زده بود. هر وقت اون چشم بهم نگاه میکرد، خون توی رگهام یخ میزد. یه سرمای عمیق تمام وجودمو میگرفت. یه حس انزجار مطلق بهم دست میداد. و اینجوری شد که کم کم، خیلی آروم، تصمیمم رو گرفتم. باید جون پیرمرد رو میگرفتم. باید برای همیشه خودم رو از شر اون چشم خلاص میکردم. شما هنوز فکر میکنید من دیوونه‌ام. اما دیوونه ها هیچی نمیفهمن. اونا احمقانه عمل میکنن. کاش میتونستید منو ببینید. کاش میدیدید چقدر عاقلانه جلو رفتم. چقدر با احتیاط و دوراندیشی کار میکردم. من تمام اون هفته مهربون ترین آدم براش بودم. دقیقاً هفته قبل از اینکه بکشمش. هر شب دقیقاً ساعت 12 میرفتم سراغ در اتاقش. دستگیره رو میچرخوندم. خیلی آروم. در رو باز میکردم. چقدر آروم باز میکردم. من یه فانوس مخصوص داشتم. یه فانوس نبود که همیشه نور بده. این فانوس صفحه های فلزی داشت که جلوش رو میپوشوند. میتونستم اون صفحه ها رو جوری ببندم که همه جا تاریک تاریک بشه. هیچ نوری، حتی به اندازه یه سوزن، ازش بیرون نمیزد. بعد سرم رو میبردم داخل. خیلی حیله‌گرانه سرم رو داخل میبردم. خیلی آروم حرکتش میدادم. خیلی خیلی آروم. نمیخواستم خواب پیرمرد رو به هم بزنم. 1 ساعت تمام طول میکشید تا سرم رو کامل ببرم داخل، تا بتونم اون رو روی تختش ببینم. بهم بگو، یه آدم دیوونه میتونه انقدر صبور و عاقل باشه؟ وقتی سرم کاملا داخل بود، صفحه فانوس رو حرکت میدادم. خیلی با احتیاط، چون لوله‌هاش جیر جیر میکرد. فقط یه ذره بازش میکردم، تا اینکه فقط یه شعاع نور، یه باریکه نازک، مستقیم میافتاد روی اون چشم کرکسی.
من این کار رو 7 شب طولانی تکرار کردم. هر شب دقیقاً نیمه شب. ولی چشمش همیشه بسته بود. اون همیشه خواب بود. برای همین نمیتونستم کار رو تموم کنم، چون من با خود پیرمرد مشکلی نداشتم. من از اون چشم شیطانی متنفر بودم و اون چشم باید باز می بود. هر روز صبح وقتی هوا روشن می شد با شجاعت می رفتم توی اتاقش. باهاش حرف می زدم. با صدای بلند اسمش رو صدا می کردم. ازش می پرسیدم شب چطور خوابیده. اون هیچ وقت شک نکرد. اون نمیتونست حدس بزنه که من هر شب ساعت 12 بالای سرش بودم و تماشاش می کردم. شب 8 رسید. من موقع باز کردن در محتاط‌تر از همیشه بودم. دست من آهسته تر از عقربه ساعت حرکت می کرد. من داشتم قدرتم رو حس می کردم. من هوش خودم رو احساس می کردم. می دونستم که دارم به پیروزی نزدیک می شم. پیرمرد حتی خواب نقشه های من رو هم نمی دید. سرم رو کاملا داخل بردم. داشتم صفحه فانوس رو باز می کردم. ناگهان انگشت شستم روی بست فلزی لیز خورد. فانوس یه صدای تده کوچیک داد. پیرمرد ناگهان روی تخت پرید. اون با وحشت فریاد زد: کی اونجاست؟ من خشکم زد. من هیچ حرفی نزدم. من 1 ساعت کامل اصلاً تکون نخوردم. توی اون 1 ساعت صدای دراز کشیدنش رو نشنیدم. اون روی تخت نشسته بود. اون بیدار مونده بود. اون داشت با دقت گوش میداد. ناگهان یه ناله ضعیف شنیدم. اون ناله از ته روحش می اومد. اون صدای درد یا غم نبود. اون صدای وحشت خالص بود. من اون صدا رو خوب میشناختم. خیلی شبها دقیقاً نیمه شب همین صدا از سینه خودم بیرون اومده بود. من میدونستم پیرمرد چه حسی داره. من براش دلسوزی کردم. هرچند ته دلم داشتم میخندیدم. اون از همون صدای اول بیدار شده بود. ترسش لحظه به لحظه بیشتر میشد. اون سعی میکرد خودش رو آروم کنه. اون به خودش میگفت این فقط صدای باده. اون میگفت این فقط یه موشه. ولی همه اینا بیفایده بود. اون میدونست که فایده نداره، چون مرگ داشت بهش نزدیک میشد. سایه سیاه مرگ تمام اتاق رو گرفته بود. پیرمرد مرگ رو نمیدید. پیرمرد مرگ رو نمیشنید. ولی حضور من رو حس میکرد. پیرمرد هنوز روی تخت نشسته بود. من دیگه نتونستم صبر کنم. تصمیم گرفتم فانوس رو باز کنم. من فقط یه شکاف خیلی باریک باز کردم. یه شعاع نور نازک از فانوس اومد بیرون. نور مستقیم افتاد روی اون چشم. چشمش باز بود. کاملا باز بود. من با دیدن اون چشم خشمگین شدم. من فقط همون چشم آبی کدر رو می دیدم. من بقیه صورتش رو اصلاً نمی دیدم. بعدش یه صدا شنیدم. یه صدای ضعیف، گنگ و تند بود. صدا شبیه تیک تاک ساعتی بود که توی پنبه پیچیده باشن. من اون صدا رو خوب میشناختم. اون صدای قلب پیرمرد بود. اون صدا خشم من رو بیشتر کرد. قلبش تندتر میزد. صداش بلندتر میشد. هر لحظه بلندتر میشد. وحشت تمام وجود پیرمرد رو فلج کرده بود. من یه اضطراب جدید پیدا کردم. ترسیدم که همسایه ها صدا رو بشنون. وقت پیرمرد تموم شده بود. من با یه فریاد بلند پریدم توی اتاق. اون فقط یه جیغ کشید. فقط یه دونه. من اون رو از تخت کشیدم و روی زمین انداختم. من تشک ضخیم و سنگین رو چنگ زدم. با تمام زورم اون رو از روی چارچوب کندم.
و بعد تشک رو با تمام وزنش روی بدن اون کوبیدم. اون زیر سنگینی تشک تقلا می کرد. من کارم رو انجام داده بودم. بعدش لبخند زدم. قلبش هنوز چند دقیقه میزد. صداش از زیر تشک خفه می اومد. اون صدا دیگه منو اذیت نمی کرد. بالاخره صدا کاملا قطع شد. پیرمرد مرده بود. من تشک رو کنار زدم. جسد رو بررسی کردم. اون کاملا بی حرکت بود. بدنش مثل یه تیکه سنگ سفت و سرد شده بود. من دستم رو روی قلبش گذاشتم. هیچ تپشی نبود. چشمش، اون چشم دیگه هیچ وقت منو اذیت نمی کرد. اگه هنوز فکر میکنید من دیوونم، سخت در اشتباهید. صبر کنید تا بشنوید چقدر هوشمندانه جسد رو مخفی کردم. شب داشت تموم میشد. من سریع کار میکردم، اما کاملا ساکت بودم. اول از همه من جسد رو تکه تکه کردم. من باید اون رو به بخش‌های کوچیکتری تقسیم می‌کردم. این تنها راه پنهان کردنش بود. بعد 3 تا از تخته‌های کف اتاق رو برداشتم. همه قطعه‌ها رو اون زیر بین تیرچه‌های چوبی گذاشتم. بعد تخته‌ها رو دقیقاً سر جاشون برگردوندم. من تخته‌ها رو انقدر ماهرانه و تمیز جا زدم که هیچ چشم انسانی نمیتونست چیزی رو تشخیص بده. هیچ کس نمیفهمید که اونجا مشکلی هست. هیچ چیزی برای شستن وجود نداشت. هیچ ردی از خون دیده نمیشد. من خیلی باهوشتر از این حرف ها بودم. من تمام کارم رو داخل یه تشت بزرگ انجام دادم. بعد هم سریع شستمش. اینطوری هیچ قطره خونی روی زمین نریخت. کارم بی نقص تموم شده بود. ساعت 4 صبح بود. هوا هنوز مثل نیمه شب تاریک بود. ناگهان صدای زنگ ساعت 4 رو اعلام کرد. همون لحظه یکی محکم به در خونه زد. من با خیال راحت رفتم پایین تا در رو باز کنم. دیگه از چی باید میترسیدم؟ 3 تا مرد وارد خونه شدن. اونا خودشون رو خیلی مؤدبانه معرفی کردن. اونا افسرای پلیس بودن. ظاهراً یه همسایه یه صدای جیغ شنیده بود. اونا به قتل شک کرده بودن. پلیسا اومده بودن تا خونه رو بگردن. من لبخند زدم. از چی باید میترسیدم؟ من به آقایون پلیس خوش آمد گفتم. بهشون گفتم اون جیغ صدای خودم بوده. گفتم توی خواب یه کابوس دیدم و فریاد زدم. بهشون گفتم پیرمرد هم الان خونه نیست. اون به سفر رفته. من پلیس ها رو به همه جای خونه بردم. ازشون خواستم همه جا رو خوب بگردن. من اونها رو آخر از همه به اتاق پیرمرد بردم. من گنجینه ها و وسایلش رو بهشون نشون دادم. همه چیز امن و دست نخورده سر جاش بود. من انقدر به کارم مطمئن بودم که چند تا صندلی آوردم توی همون اتاق. ازشون خواستم اونجا بشینن و استراحت کنن و خودم با یه جسارت بی‌نقص صندلی خودم رو دقیقاً روی همون نقطه‌ای گذاشتم که جسد تیکه تیکه قربانی زیرش پنهان بود. افسرا کاملاً قانع شده بودن. رفتار من خیالشون رو راحت کرده بود. من خیلی راحت و آسوده بودم. اونا نشستن و از چیزای معمولی حرف می زدن. من هم با خوشرویی جوابشونو می دادم. اما طولی نکشید که حس کردم رنگم داره می پره. آرزو کردم زودتر بلند شن و برن. سرم شروع به درد کردن کرد. یه صدای زنگ عجیب توی گوشم حس می کردم. ولی اونا هنوز نشسته بودن و حرف می زدن. اون صدای زنگ واضح تر شد. من بلندتر حرف زدم تا صدا رو نشنوم. ولی صدا ادامه داشت. اون قوی تر می شد. تا اینکه فهمیدم صدا توی گوش من نبود.
شک ندارم که رنگم کاملا پریده بود. ولی روونتر از قبل حرف می زدم. صدامو بالاتر بردم. ولی اون صدا هم بلندتر می شد. من دیگه چی کار می تونستم بکنم؟ اون یه صدای ضعیف، گنگ و تند بود. دقیقاً همون صدا. مثل تیک تاک ساعتی که توی پنبه پیچیده باشن. من به سختی نفس می کشیدم. ولی افسرها اون صدا رو نمی شنیدن. من تندتر حرف می زدم. با حرارت بیشتری بحث می کردم. ولی صدا مدام بلندتر می شد. بلند شدم و الکی در مورد چیزای بی اهمیت بحث کردم. ولی صدا مدام بلندتر می شد. چرا اونا نمی رفتن؟ من با قدم‌های سنگین توی اتاق راه می رفتم. ولی صدا مدام بلندتر می شد. خدایا، من چی کار می تونستم بکنم؟ من کف کرده بودم. داشتم هزیون می گفتم. صندلی که روش نشسته بودم و بلند کردم و روی تخته های کف اتاق کشیدم. ولی صدا از همه چیز بلندتر بود و ادامه داشت. بلندتر، بلندتر، بلندتر. و اون مردها هنوز نشسته بودن. میخندیدن و حرف میزدن. امکان داشت که نمیشنیدن؟ نه، نه. اونا میشنیدن. اونا شک کرده بودن. اونا همه چیزو میدونستن. اونا داشتن وحشت منو مسخره میکردن. من این فکر رو کردم و هنوزم میکنم. دیگه نمیتونستم تحمل کنم. نمیتونستم اون لبخندای ریاکارانشون رو تحمل کنم. حس کردم باید جیغ بکشم یا بمیرم. و حالا دوباره گوش کنید. بلندتر، 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 بلندتر. من فریاد زدم. پس فطرت ها، دیگه نقش بازی نکنید. من اعتراف میکنم. تخته ها رو بکنید. اینجا، اینجا. این صدای تپش قلب نحسشه.